ماینکرافت تو از این تبدیل کنی، پس تا آخر ویدیو با ما همراه باش. سلام بچه، چطورید؟ خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. محمد ساچل محمد 980 و امروز اومدیم با آموزشی که قولشو داده بودم، یعنی آموزش نصب شیدر BSL نسخه 8.2.0.02 و خب گفته بودم که آموزش اینو میذارم، پس برو بریم سراغ این ویدیو خفن که ماینکرافت تو از این رو به اون رو میکنه. بریم سراغ این ویدیو. اولین کاری که میکنید اینه که وارد مرورگر کرومتون میشید و اینجا سرچ میکنید shaders and mods for Minecraft. اولین سایتی که بالا میاره رو باز میکنید و میاد اینجا شیدرهای خفنی هست، ولی شیدری که من استفاده میکنم خیلی شیدر خوبیه و ازشم استفاده میکنم که اینه کپ چیس BSL شیدر 1.20 فلان نسخه و لو میزنید روش و اینجا عکساشه و که بیاید پایین میاره براتون که واسه اینجا مقایسش هم داره لو، میدیوم، های، اولترا که ما میدیوم یا لو میگیریم اگه سیستممون ضعیف باشه. و اینجا فکر کنم الان مقایسهش رو بیاره. خیلی دارم سوتی میدم بازم مثل ویدیو قبلی. و اگه بیاید پایین اینجا چند تا ورژن آورده که هر کدوم خواستید میتونید دانلود کنید. من جدیدترین ورژنش رو دانلود کردم و اینجا دیگه کاری نداریم. اینجا رو میتونیم ببندیم و بعد از اینکه دانلود شد از بخش دانلودا میندازید داخل دسک پدتون، این صفحه کامپیوترتون. و اگه از تی لانچر استفاده کنید، حالا با لانچرهای دیگر رو من بلد نیستم، ولی تی لانچر رو که باز میکنید اینجا یه گوشه کنار ستینگ و ریستارت هست به شبیه فایل، میزنید روش و توی این پوشای فوق زیاد اینجا چیزه بذارید پیداش بکنم من، شیدرز پک، یه پوشه هست به اسم شیدرز پک، روش کلیک راست میکنید و این فایل زیپ اینو میگیرید و میندازیدش داخل اینجا و ریخته شد و الان شما این شیدر پک رو دارید و میتونید برید و استفاده کنید. حالا مدل های مختلفش من الان براتون میارم که گیم باز بشه. که لود شد الان اینجا شیدر من روشن بود و بذارید من شیدر رو آف بکنم که از اول کاملا بهتون نشون بدم. اینا رو همتون بلدید ولی خب من بازم نشون میدم. دکمه استوپ بازی رو میزنید، میرید داخل آپشن ویدیو ستینگ شیدر و اینجا آورده BSL ورژن 8.2.0.2 زیپ، روش یه کلیک بکنید شیدر واسهتون آن میشه و میتونید برید حالش رو ببرید. حالا اگه این شیدر براتون لگ میزنه، صحنه استوب شد، رندر چانک و اینا رو میتونید چیز کنید، آف کنید. و الان میریم داخل شیدر آپشن، اینجا بلوم که آن باشه، من نمیدونم چه تأثیری داره ولی یه ذره سایه‌اش اذیت میکنه. من دارم کیو رو میزنم، پس اگه اذیت میشید که هیچی، ولی اگه اذیت میشید از سایه های زیاد از این مه میاید و بلوم رو آفش میکنید. لنز و اینجور چیزا دیگه کاستومایز مخصوص خودتونه. اینجا رو من چک و اینا میگم و حالا ما شیدر آپشن رو باز میکنیم و پروفایلش رو میاریم روی لو. بسیارم اومد لو دقیقا. وقتی که بیاد روی لو اینطوری میشه، یعنی شیدرتون این شکلی میشه که فکر نکنم تغییر آنچنانی بده. حالا بریم سراغ مدیوم که واقعا میتونم بهتون بگم که هیچ فرقی نمیکنن با هم دیگه، به جز اینکه هرچی بالاتر بره به سیستمتون فشار میاد. های
همینجوری FPS تون داره کم میشه، ولی فکر کنم روی لاوا و نور پردازی اینا کاملا تاثیر داشته باشه. ولی من خودم از اون مدیومش استفاده میکنم و خیلی هم جواب. و خب اینم از این ویدیو آموزشی که خودم میخواستم براتون بذارم که شیدر کاملا خفن BSL. شیدرهای دیگر رو من سیستم میکشه واقعا، ولی دانلود نکردم. در کل من با BSL خیلی بیشتر حال میکنم و کلا هر شیدری بخوام بریزم من BSL میریزم و خیلی سلیقه‌ایه، ولی به نظر من BSL خوبه و برای سیستم‌های تقریبا ضعیفم جوابه. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموشتون نشه.